In the name of Allah, hello everyone, I hope you are doing okay. Welcome to session 18 from grade 9. In previous lesson, we talked about schwa sound and also about since and for, period of time and point of time in present perfect tense. سلام شاگردای عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. در جلسه 18 از صنف 9 خوش آمدید. در درس های قبلی ما در مورد صدای شوا و همچنان period of time و point of time یعنی for و since در زمان حال کامل صحبت کردیم. امروز لغت های مشکل از صفحه 78 به تخته نوشته کردیم. ببینید این لغت ها را ما امروز سوم روز است که یک ذره تکرار کرده میریم. ارزش این لغات چی است؟ لغات وقتی که شما بار لغت هایتون زیاد باشه، شما در اسپیکینگ مشکل ندارین، در رایتینگ مشکل ندارین، در ریدینگ مشکل ندارین و حتی زمانی که یک متن میخوانین اگر بار لغتتون پایین باشه، در هر کلمه در هر خط ممکنه 5 کلمه رو شما یاد نداشته باشین، اما زمانی که لغت های بیشتر یاد میگیرین در یک خط ممکن است یک کلمه یاد نداشته باشین. و همچنان تنها این است که شما این لغت ها را حفظ کنید. بدون اینکه با اینها جمله بسازید لغت ها را حفظ نمیتونین. کوشش کنین اینها را در جمله سازی استفاده کنین. در دیکشنری جمله هایی که در این مورد ساخته شده را باید اونا را پیدا کنین، بخوانین که چه قسم جمله با این کلمات ساخته میشه. حالا من لغت ها را میخوانم. لویالتی وفاداری، جاجمنت قضاوت، ریاکشن واکنش، ریترن بازگشت، کانکشن پیوند، باوندری حد و مرز. کوچ مربی ورزش، ایره در روز گذشته هم خوانده بودیم که دوستی بین خالد و دوستش بود که مربی ورزشش او را به مسابقه منطقه‌ای دعوت کرده بود. اسنوب به خود خوش، یعنی کسی که خود همیشه از دیگران سر میدانه. کنو قایقرانی، سعی کنین استرس از این روی سیلاب روی ان است. ببینین کنو نمیگیم، کنو قایقرانی. کورس گروه همسرایان، گروه کور بعضی آدش میگن، گروهی که با همدیگه همسرایی میکنن. ورن پوشیده، کانکشن ارتباط، منشن ذکر کردن، اباید پایبند بودن. اگه یادتان باشه روز گذشته abide with me with us خوانده بودیم، گفتیم abide به تنهایی پایبند بودن پیروی کردن مانومته، اما abide with us یک عبارتی است که به معنای است که با من بمان، با ما بمانید یا با ما میماند. bound مقید، explore سیاحت کردن، support حمایت، process پروسه یا جریان و بعد از او benefit فایده، expand گسترش دادن، arouse تحریک کردن که در جمله خوانده بودیم که arouse jealousy یعنی تحریک کرده بود حسادت خالده. arouse روین خراب کردن، offer پیشنهاد کردن، shade سایه، calm آرام. calm ببینین calm نخوانده نمیشه، مثل walk talk الف سایلنت است، اینجا هم calm ال سایلنت است. bitter تلخ، confident مطمئن، usually معمولا، absolute مطلق یا کامل، properly به درستی که این ادورب است. خب شاگردای عزیز لغت ها را خواندیم، بیاین به صفحه 77 که درس شروع کنیم. یک اسپیکینگ برای شما آورده. The speaking گفته choosing friends، انتخاب کردن یک دوست. Look at the people below carefully، به این افرادی که در پایین هستند عکسایشان به دقت ببینید. Choose two you might make friends with، میگه 2 نفر انتخاب کنید که امکان داره شما همراه از او دوست شوید. choice for boys، انتخاب ها برای پسرها. در این طرف choice for girls، اینجا انتخاب برای دخترها، انتخاب برای پسرها نوشته کرده. خب این small group explain to one another why you choose these pictures، میگه به یک دیگه خود تشریح کنید. مثلا ممکنه یک نفر عکس این مادر انتخاب کرده باشه، دلیلش چی است که شما این انتخاب کردید؟ دلیل های خود بگوین. مثلا میگی because of
هر چیزی که در دل خودتان میگرده دلیلش چی است؟ بخاطر because my mother is so kind, my mother wake up early and help us. میتونین دلایل مختلف بگوین که من گفتم. حالا ممکن است کسی عکس این طفل انتخاب کنه، مثلا بگه children are so cute، مثلا اطفال بسیار جذاب هستن، attractive. دلایلی را که شما میتونین بگوین اینا را در اینجا نوشته کنین. و همچنان گفته what did you learn about yourself from the choice you made. میگه از انتخابی که کردید در مورد خودتان چی یاد گرفتید؟ آیا انتخابتان به خاطر سن، احساس یا دلیل دیگه ای بود؟ گفته was your choice made because of looks, age, feeling or other reason. آیا انتخابتان به خاطر سن بود، به خاطر احساستان بود یا به خاطر دلیل دیگه ای بود؟ خب در بخش پایین a friend در چوکات خاکستری ایره میخوانم ببینین. A friend is like a shade tree. دوست مثل درخت سایبان است. Along a summer way a friend is like a sunshine. در طول تابستان دوست مثل نور آفتاب است. That makes a perfect day. که روز ما را کامل می سازد. A friend is like a flower. دوست مثل یک گل است. That's warm close to the heart. که به قلب انسان نزدیک است. A friend is like a treasure. دوست مثل یک گنج و خزانه است. Which one will never part. که هیچ وقت جدا نخواهد شد. این بخشی بود که من برای شما معنا کردم. حالا لغت ها را یاد گرفتیم و کارخانگی که من برای شما میتونم این است که با زمان حال کامل دوباره روزهای گذشته اگه فعلی که انتخاب کردین این دفعه 5 تا فعل جدید انتخاب کنید، هم اونا را جمله بسازین به شکل مثبت، هم منفی و هم سوالی و هم سوالی منفی 5 تا و همچنان 5 تا از جنبه های دوستی را نوشته کنین. مثال های کتاب استفاده نکنین، مثال های جدید استفاده کنین. صفت های زیادی وجود داره، میتونین سرچ کنین در اینترنت صفت های جدید پیدا کنین و بگوین دوست ها چه خصوصیاتی میتونن داشته باشن. درس امروز ما هم به پایان رسید. امید است که درس خوب یاد گرفته باشین. کارخانگی را انجام بدین. تا جلسه بعدی خدا یار و نگهدارتان.